به نام و یاد خدای مهربان. دوستان و بینندگان عزیز، امیدوار هستم که هر جای هستین صحت و سلامت باشین. در این جلسه آموزشی لغات‌های ابتدایی و ساده برای کسایی که جدیداً دنبال آموزش زبان انگلیسی هست خواهند زبان انگلیسی را بیاموزند، همراه با تلفظ و معنی کامل آموزش خواهم داد. لطفاً تا آخر ویدیو با دقت توجه کنید. hello سلام. goodbye خدا حافظ. please لطفاً. thank you تشکر. sorry متاسفم یا متاسفانه. water آب. food غذا. friend دوست. name نام یا اسم. help کمک. school مکتب. class صنف. teacher معلم. student شاگرد. pen قلم. pencil پنسل. book کتاب. notebook کتابچه. library کتابخانه. desk میز درسی. blackboard تخته سیاه. whiteboard تخته سفید. roller خطکش. marker